سلام. آدمی که در زندگیش اعتماد به نفس بالایی داره تقریبا میشه گفت که همه چیز داره، چون بلد هست که از آنچه که داره لذت ببره و آن چیزی رو که لایقش هست و دوست داره بره و بهش برسه و به دست بیاره. برعکس آدمی که اعتماد به نفس نداره تقریبا میشه گفت در زندگی هیچی نداره. مهم نیست حساب بانکیش چیه، خونش کجاست یا چه ماشینی سوار میشه. چون اعتماد به نفس به اندازه کافی نداره نمیتونه از اونها لذت ببره. اعتماد به نفس دوستان دقیقا مثل این عینک میمونه. یک زندگی رو شما به وسیله یک عینک میتونید رنگی یا سیاه و سفید ببینید. وقتی عینک اعتماد به نفس به چشمتون میزنید همه چیز شفاف، همه چیز تمیز، همه چیز رنگی و همه چیز دلچسب هست. و برعکس وقتی که اعتماد به نفس ندارید همه چیز تیره، تاریک و سیاه و سفید هست. من ویدیوهای مفصل قبلی در مورد اعتماد به نفس رو خدمتتون تقدیم کردم. در این ویدیو میخوام تخصصا روی 10 دشمن اعتماد به نفس با شما صحبت بکنم. یعنی از 10 عاملی صحبت میکنیم که اونها میتونن اعتماد به نفس شما رو از بین ببرن. پس تا پایان با من با این ویدیو همراه باشید. وقت بخیر دوستان جان، همراهان گرامی، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من آیدین نامدار هستم. اینجا یک پله بالاتر هست. من در کانال یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت میکنم. اگر به این موضوعات علاقه‌مند هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید، فرصت فوق العاده ای هست. دکمه سابسکرایب رو بزنید، کنارش دکمه زنگوله رو هم بزنید تا وقتی من ویدیو منتشر میکنم یوتیوب شما رو باخبر بکنه. موضوع صحبتمون اعتماد به نفس هست. از محبتاتون بسیار بسیار ممنونم. در کامنت ها برام بنویسید که وضعیت اعتماد به نفستون از چه قرار هست و از این 10 دشمن اعتماد به نفسی که من خدمت شما معرفی خواهم کرد کدوم یکیشون دشمن شما هستن. این ویدیو چجوری قراره به شما کمک کنه، با چه مکانیزمی قراره به شما کمک کنه دشمنان اعتماد به نفستون رو میشناسید. در پایان این ویدیو روی اونها حساس میشید، تلاش میکنید اونها رو رفع و رجوع بکنید. با هر زحمتی که در این حوزه میکشید اعتماد به نفستون آرام آرام بهتر خواهد شد و مثل همه ویدیوهای حوزه اعتماد به نفس که میتونید از پلیلیست اعتماد به نفس اونها رو دریافت بکنید، اینجا هم تاکید میکنم از هر وضعیتی از اعتماد به نفس که هستید میتونید یک پله بالاتر برید، هر روز یک پله بالاتر برید و به اوج اعتماد به نفس برسید. اسلاید شماره 1 ما چی میگه؟ دشمن شماره 1 در واقع بی‌نقص خواهی یا کمالگرایی. یعنی چی بی‌نقص خواهی؟ یعنی چی؟ بذار یه توضیح در مورد کمالگرایی بدم خدمتتون. من آدمی هستم که بابت عارضه کمالگرایی تحت درمان قرار گرفتم. الان اوضاعم خیلی خوب هست ولی خب صفر نشده. بی‌نقص خواهی یا کمالگرایی یک دردی هست که اصطلاحاً میشه گفت که درد آدم‌های با کلاس هست. یه دردها در ظاهر هم هیچ مشکلی نداره. من میخوام همه چیز درست باشه، همه چیز سر جای خودش باشه. درد آدم‌هایی هست که میخوان کار خوب رو خوب انجام بدن ولی مانع اعتماد به نفس هست. چرا؟ چون هیچ انتهایی نداره. شما هر چقدر تلاش میکنید یک کاری رو به خوبی و درستی تمام انجام بدید همیشه یه نقص هایی توش وجود داره. وقتی نقص در یک کار وجود داره شما احساس میکنید که شما ناکافی بودید که نتونستید اون کار رو درست و کامل انجام بدید. پس تاکید میکنم که بی نقص خواهی یا کمالگرایی انگار یه پیامی داره به شما میده که تو کامل نبودی، تو کافی نبودی، تو بلد نبودی، تو نتونستی و این از جمله دشمنان اعتماد به نفس است. دشمن شماره 2 نجوای درون. نجوای درون. نجوای درون. من قبلا ها هم دوستان در مورد گفتگوی درونی، تلقین، نوع کلماتی که در گفتگو با خودمون انتخاب میکنیم مفصل صحبت کردم. نجوا داستانش فرق میکنه. نجوا اون گفتگوی منفی هست که تو نمیتونی، تو بلد نیستی، الان نمیتونی اینجا حرف بزنی، درخواست بدی قبول نمیشه، دستتو بلند کنی دیده نمیشی، الان میان اون سوالی که بلد نیستی رو از تو میپرسن، من میدونم نمرت خراب میشه، من میدونم از کنکور دست خالی میای بیرون و الی آخر. همه ما با این گفتگوها و این نجواهای درونی آشنا هستیم. دشمن اعتماد به نفسه. و دشمن یعنی چی؟ یا میکشتت یا میکشی این دشمن رو. و من و شما اگر نتونیم بر این نجوای درونی غلبه بکنیم ما رو میکشه. اعتماد به نفس ما رو میکشه. حالا یه چیز جالب به شما بگم دوستان، اگر از روی وبسایت یک پله بالاتر کورس مفصل اعتماد به نفس رو
تهیه بکنید. من اونجا در مورد داستان زندگیم به تفصیل صحبت کردم. حالا لینکش رو هم در دیسکریپشن میذارم خدمتون، لینک سایت رو که درسم روش قرار خواهد گرفت. این رو آدمی داره به شما میگه که از قعر دره‌های اعتماد به نفس خودش رو کشونده به اوج قله‌های اعتماد به نفس که امروز میتونه با این انرژی جلوی شما بشینه و این صحبت‌ها رو مطرح بکنه. نجوای درونی همیشه هست و این دشمنان اعتماد به نفس در کمین همه ما هستن. شاید باورتون نشه دوستان، هر از گاهی منم به ذهنم میرسه که آقا نکن این کار رو، این کار تو نیست، دست به این پروژه نزن، میمونی توشا. بعد یهو تلنگر به خودم میزنم که نه، این نجوای درونی هست، این میخواد من رو عقب بذاره، عقب بکشونه، این نمیخواد من جلو برم و اینجوری است که اعتماد به نفسم رو نجات میدم، وگرنه کار خیلی سخت میشه. 3. مقایسه خود با دیگران بسیار بدیهی هست و همه شما میدونید که بخش بزرگی از نقص‌های اعتماد به نفس ما از مقایسه حاصل میشه. اگر شما خودتون رو با هیچ احد دیگری مقایسه نکنید که تقریبا ناممکن هست، احتمال اینکه اعتماد به نفستون رو در یک درجه خوبی نگه دارید بسیار بالا هست. برعکس اگر مقایسه هم میکنید یه ذره خودتون رو بالاتر میبینید و بالاتر میگیرید، خوبه ها براتون، ولی فی المجموع من میگم مثلا مقایسه نکنید. دوست خوب من، در هر حوزه‌ای حتما بهتر از شما وجود داره، حتما قد بلندتر از شما وجود داره، حتما زیباروتر از شما وجود داره، حتما کسی که بهتر از شما حرف بزنه وجود داره، حتما کسی که بهتر از من ویدیو تولید کنه وجود داره. اصلا به این نباید شک کرد. در دنیایی که قانون فراوانی توش حاکمه حتما همه اینها وجود داره. من نباید برم دنبالش، من نباید خودم رو با اونها مقایسه کنم. الان تصور بفرمایید آیدین نامدار میشینه پای یوتیوب داره سرچ میکنه که کیا در حوزه رشد فردی دارن مطلب تولید میکنن، بعد میره مقایسه میکنه ویدیوی اونها رو با ویدیوی خودش، دل شکسته، ناراحت، اعتماد به نفس. چه اتفاقی میفته؟ دیگه نمیخواد ادامه بده. نه، من برعکس هستم، من میرم برای مطلب یاد گرفتن و اگر ببینم بچه هایی الان مثلا جدیدن دارن کار میکنن که اوضاع ویدیوهاشون از من بهتره، خیلی بهشون تبریک میگم، خیلی بهشون آفرین میگم، هر کمکی هم ازم ساخته باشه انجام میدم، چون من نمیخوام این دست مقایسه خود و دیگران حال من رو بد بکنه. من سر جای خودم هستم، همه آدم های این جهان سر جای خودشون هستن، من آدم بی‌نقصی نیستم، حتما در همه حوزه ها بهتر از من وجود داره، پس کافیه من خودم راستن مقایسه نکنم. 4. دشمن شماره 4 ندیدن موفقیت ها و پررنگ دیدن شکست ها. الان من به شما میگم که دوستان موفقیت هاتون رو بگید، موفقیت هاتون رو بنویسید، موفقیت هاتون رو ببینید و شما میگید آقا کدوم موفقیت؟ چرا؟ چون احیانا در ذهن شما موفقیت یعنی خریدن یک خانه 200 متری در فلان محله شهرتون. شما نمیایید که مثلا یه 2 کیلو وزن کم کردید اون رو موفقیت ببینید. شما نمیاد یه نمره 15 رو کردید 17 اون رو موفقیت ببینید، برای اینکه درس موفقیت رو به ما غلط دادن. دوست من، رشد خودتون رو ببینید. کوچولو کوچولو اگر یک پله بالاتر میرید هر روز، این رو ببینید، این به عنوان موفقیت شما هست. حالا یه بارم یه مثلا گلدونی از دستتون افتاده و شکسته، اسمش میشه ناموفق شدن، دست با چلفتی بودن که حالا در ادامه صحبت میکنم، هی نشخوار ذهنی میشه، هی مرور میشه برای شما. نکنید این کار رو. ببینید هنر ما باید دیدن موفقیت های کوچولو باشه، انقدر برای خودمون بزرگ کنیم که از تو دلش یه آفرین در بیاد، براوو، باریکلا، آفرین تونستی این کار رو انجام بدی. این به ما امید ادامه دادن میده. دشمن شماره 5 برچسب‌های منفی، همون صحبتی که کردم. همه ما مستعد این هستیم که دستمون بخوره یه لیوان بیفته، به پیشونیمون یه برچسب دست پا چلفتی بچسبونیم، یه نمره کم بگیریم، به خودمون برچسب بی ارزگی بچسبونیم، یه دفعه‌ای بنا به هر دلیلی یه ویدئومون با استقبال کم روبرو بشه، به خودمون برچسب ناکارآمدی و بلد نبودن بچسبونیم. نکنید این کار رو. بابا اینجا که دیگه غریبه نیست که برید یقش رو بگیرید، یقه خودتون رو باید بگیرید. شکست های من کاراکتر من نیستن،
پیروزی های من کاراکتر من هستن. شکست های من استثناها هستن. فقط اگر تکرار میشوند من باید ریشه یابی بکنم ببینم مشکلشون کجاست، نه که اونجا گیر بکنم و خودم رو یک آدمی که نمیتونه حرف بزنه، یک آدمی که نمیتونه اقدام بکنه، یک آدمی که دست به هر چیز بزنه خراب میکنه تصور بکنم. برعکس، دست به هر چیز بزنم بلدم، یاد میگیرم، میتونم ارتباط برقرار کنم، میتونم کار انجام بدم و شما هم نباید برچسب‌های منفی به خودتون بچسبونید و برعکس باید برچسب‌ها مثبت باشه. رها کردن و وقت نگذاشتن روی ظاهر. بیایید بپذیریم که بالا بریم پایین بیایم، دوست داشته باشیم دوست نداشته باشیم، ظاهر ما در اعتماد به نفسمون بسیار نقش داره. باز هم از اون مقایسه میاد، آینه در اعتماد به نفس ما فوق العاده نقش داره. دوستان حواستون به این موضوع باشه. شمایی که ماه به ماه یه شونه به موهاتون نمیکشید، شمایی که یه چه میدونم ریشتون رو اصلاح نمیکنید، دوست عزیزی که مثلا یه نیمچه آرایشی هم حتی نمیکنید، خانم های محترم، چرا انتظار دارید با این وجود اعتماد به نفستون بره بالا؟ مثلا در مورد فیزیک بدنی، شما که وقت نمیذارید یه ذره استایلتون رو بهتر کنید، یه ذره مثلا کج و کولگی بدنتون رو رفع کنید، مخصوصا در حوزه لباس. من در مسئله لباس حرف دارم و دوستان ببینید، داستان لباس در ذهن خیلیا داستان زیاد پول خرج کردن هست، ولی اصلا اینجوری نیست. شما ارزان ترین لباس ها رو میتونید خیلی تر و تمیز نگه دارید، تر و تمیز بپوشید، اتو بکشید، رنگ ها رو با هم ست بکنید و این میدونید روی اعتماد به نفستون تاثیر بسیار عمیقی داره. شماره 7، دوستان نامناسب. جمع میشید یه جا شما رو مسخره میکنند و تازه شما هم به اون مسخره اهمیت میدید، دلگیر میشید، به حرفاشون فکر میکنید. به وقت شما تو اون جمع چی کار میکنید؟ مگر شما عضو خانواده یک پله بالاتر نیستید؟ مگر شما در مسیر رشد نیستید؟ مگر شما نمیخواید آینده رو بهتر از امروز بسازید؟ اونجا چی کار میکنید؟ چرا عوضشون نمیکنید؟ چرا ترکشون نمیکنید؟ چرا جایگزینشون نمیکنید؟ دوستان نامناسب هر چه رشتیم رو پنبه میکنند. برعکس یک دوست ارزشمند میبینید کوچکترین اقدام شما در مسیر بهبود اعتماد به نفس رو 10 برابر میکنه برای شما. چنان آفرین میگه، چنان از همون فرم موی شما تعریف میکنه، چنان از رنگ لباس شما تعریف میکنه که شما کیف میکنید. حالا دوست نامناسب رو چرا نباید با آدمهای مناسب جایگزین کرد؟ به این فکر کنید که در احاطه چه گروه از انسانها هستید و اونها چه تأثیری روی شما میگذارند. 8، نداشتن هدف، عدم پیگیری هدف. اینقدر در بحث هدف صحبت کردم که نمیخوام اینجا خیلی وایستم. داستان از این قرار هست که آدمی هستیم که صبح بیدار میشیم، شب میخوابیم، مثلا نمیدونیم چرا، نمیدونیم دنبال چی هستیم، رسالتمون از زندگی رو نمیدونیم، معنای زیستیمون رو نمیدونیم. بعد اعتماد به نفس دوست داریم در اوج باشه. برعکس هست، این هر روز میاد پایین. چرا؟ چون شمای بی هدف امروز و شمای بی هدف فردا یه فرق با هم دارید. یک روز پیرتر شدید، یک موی سفید بیشتر، یک سلول چروکیده پوست بیشتر و این اعتماد به نفس رو به پایین هست. برعکس، آدمی هستید هدفمند، پر انرژی، رو به هدف دارید حرکت میکنید، هر روز اعتماد به نفس بیشتر و بیشتر میشه. دشمن شماره 9، زیاده خواهی. ببینید یک قناعتی به ما توصیه شده که این فوق العاده هست. باید شاکر باشیم. شاید نقطه مقابل زیاده خواهی قناعت نباشه ها، شکرگزاری بهتر هست. من آدمی هستم که دوست دارم از هر چیز خوب داشته باشم، اما نه به این بها که آنچه که امروز دارم حالم رو بد بکنه. من امروز کم ندارم، حالم با آنچه دارم خوبه، حالم با ماشینم خوبه، حالم با خونم خوبه، حالم با تجهیزاتم خوبه. من اینها رو 2 سال پیش نداشتم، منظورم تجهیزات رو 2 سال پیش نه، ولی باز حالم با همون تجهیزات هم خوب بود. شما برید ویدیوهای چند سال قبل من رو در اینستاگرام یک پله بالاتر ببینید، لینکش در دسکریپشن بیو هست. اصلا خبری از این کیفیت نیست، اصلا خبری از این تجهیزات نیست، ولی من اون موقعم در صلح بودم. من دوست دارم پیشرفت بکنم، ولی آنچه امروز دارم رو هم کم نمیدونم و شاکر هستم، راضی هستم،
خیلی در صلح هستم و این زیاده خواهی به معنای منفیش رو مطلقا ندارم. و نکته پایانی، قرارگیری در معرض تبلیغات تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی. میرید در سوشال مدیا، عکس‌های سفرهای آنچنانی میبینید، شما نرفتید. لباس‌های آنچنانی شما نپوشیدید. خوردنی‌های عجیب غریب شما نخوردید. اینها ویترین زندگی اون انسان‌ها هستند که با ویترین نمایی، با نمایاندن زندگیشون دارن عقده گشایی میکنن. حالا شما اینا رو جدی میگیرید رو خودتون و دارید هی اعتماد به نفستون رو پایین میارید. نکته اساسی من روی تبلیغات تلویزیونی هست. دوستان، اقتصاد مصرفگرا که کل جهان شاملش هست، شما در اول این ویدیو و در وسط این ویدیو هم تبلیغات دیدید، اصلا اجتناب پذیر نیست. من مخالف تبلیغات نیستم، من مخالف تأثیرپذیری شما از تبلیغات هستم. اجتماع مصرفگرا ما رو به یک وضعیت ذهنی میرسونه که انگار نداریم، انگار کم داریم، انگار ناقص داریم و این باعث میشه که اعتماد به نفسمون کم بشه. پس وقتی پای تلویزیون میشینید خیلی حواستون به تبلیغات تلویزیونی باشه. پایان ویدیو هست، اسلاید جنبندی فراموش نشده، پس لطفا شما هم در کامنت ها بنویسید دیدگاه های خودتون رو و بریم سراغ اسلاید جنبندی. 10 دشمن اعتماد به نفس رو با هم بررسی میکنیم. بی‌نقص خواهی یا کمالگرایی، این که من فکر کنم همه چیز یا نباید وجود داشته باشه یا در عالی ترین حد ممکن باید وجود داشته باشه. نجوای درونی که من با خودم صحبت های منفی در مورد ظاهر، عمل کرد، حرف زدن، راه رفتن، اقدام کردن خودم داشته باشم. همیشه دیگرانی وجود دارن که بهتر از من هستن، هی من دارم خودم با اونها مقایسه میکنم، هی میام پایینتر و کوچیک میشم، موفقیت هام رو نمیبینم و در عوض هی نتوانستن هام رو، افتادن هام رو، شکوندن هام رو میبینم. هی برچسب های منفی به خودم میزنم، تو بلد نیستی، نمیتونی حرف بزنی، دست با چلفتی هستی و الی آخر، کند ذهن هستی، گیج هستی، هاشا از حضور شما و الی آخر. خب وقت نمیذارم رو خودم، یه آب و صابون به صورتم نمیزنم، یه شونه به موم نمیزنم و انتظار بهتر شدن دارم. دوستان، آدم‌هایی دور برم رو گرفتن که هی منو مسخره میکنن، هی اعتماد به نفسمو پایین میارن، در مورد جنگ حرف میزنن، در مورد آینده تاریک حرف میزنن و من خب بدیهی که اعتماد به نفسم پایین میاد. هیچ هدفی در کار نیست و پیگیری هدف وجود نداره. این دشمن اعتماد به نفس است، بیشتر از آنچه که توان داشتنش رو داریم خواستن. این دشمن اعتماد به نفس است و در نهایت قرارگیری در معرض تبلیغات تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی هم که دیگه افتضاح آخر خط هست. خیلی مراقب این دشمنان باشید. یه بار دیگه هم این ویدیو رو ببینید، در کامنت ها برام بنویسید، دیسکریپشن ببینید، لینک در واقع پیج اینستاگرام فالو بکنید و لینک وبسایت که به زودی اتفاقهای فوق‌العاده اونجا خواهد افتاد. ممنون تا اینجا با من همراه بودید. لایک فراموش نشه و الان یوتیوب به شما 2 تا ویدیو دیگر رو پیشنهاد میکنه، حتما یکیش رو انتخاب خواهید کرد و مسیرتون رو با من آیدین نامدار در یک پله بالاتر ادامه میدید. دکمه سابسکرایب رو هم بزنید تا بیشتر با هم یاد بگیریم و هر روز یک پله بالاتر بریم. در اوج اعتماد به نفس در پناه حق باشید. بدرود، خدا نگهدار.